هلو برابر چطوری؟ امروز من واسه آنباکس رینگ لایت رو به همراه پایش کنم. لطفا حمایت، کامنت، چنل رو هم ساب کنیم و لایک کردن فراموش نشه. کامنت رو بزن بریم آنباکسش. پلی. آقا حالا میریم اول سراغ پایه. خب باز نمیشه. بعد پایش این مدلیه، مثل پایه دوربین، فقط شبیه خودش. بعد رینگ لایت رو بس میکنید و پایش به این صورته. چقدر پیشش هم سفته، اینجوری میده رو میز و آره رو هر جا گذاشته به این صورت. حالا میریم سراغ رینگ لایت. از این برنامه میزیم باز میشه. خب بچه ها، ما این لایت هم باز کرد. فقط حمایت فراموش نشه، چون ما خیلی خرد شده. بعد حمایت فراموش نشه. لطفا چنل رو ساب کنید، دنبالم فراموش نشه. خب این هم از رینگ لایتمون و پایش به این صورته که خیلی خفنه. و این هم از چراغشون. بعدی سر چی میخواد که باید بس کنم بهش، بس کنم به پریز. و این هم از پایه و رینگ لایت که اینو به این صورت میذاریم بالاش بس میکنیم. ما ویدیو رو استوب میکنیم، بعد واسهتون نشون بزن بریم. آقا ما رینگ لایت درست کردیم و من این پایش رو از قبل داشتم، چون داشتم دیگه نمیتونستم، مثلا اون کوچیک بود دیگه نمیتونی. پایه از قبل داشتم واسهتون بس کردم. اگه بتونید تو تصویر ببینید این حالته. و بعد پایه اونجوری هم معلومه. و الان از نمای کامل میخوام بهتون نشون بدم. الان بهتون نشون بدم. بزن بریم. آقا الان ببینید الان پایه دوربینه و این پایه خودم بهش اضافه کردم. این هم از رینگ لایت ما و پایه زیرش هم از خیلی هم عالیه و از رنگ و اینا دو طرف عوض میکنم. اینجا و کابل بهش بس کردم. از این نما خب ببینم خفنه. خب آقا لایک کامنت فراموش نشه. چنل ما حتما دنبال کن. بزن بریم. خداحافظ. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay.